15 اپریل دادگاه شهر پترزاودسک پایتخت جمهوری کرلیای روسیه در چارچوب مرافعه پرونده سردار سابق زندان رقم 9 ایوان ساویلیوف و معاون او ایوان کاوالیوف که به لطکوب بهرامانه محبوس تاجیک عبدولی نصراللهیف ایبدار میشوند، یک محبوس سابق این زندان سنوبر خرموف را بازپرسی کرد. بنا به گزارش خبرنگار نشریه محلی گوبرنیا دیلی، خرموف که توسط ویدیو از پایگاه 201 روسیه از دوشنبه بیانات میداد گفت در ویدیو نشر شده لحظه لطکوب یک محبوس ساویلیوف و کاوالیوف و همچنین جبر دیدن نصراللهیف را شناخته است. او گفت بعد لطکوب نصراللهیف محبوسان بین خود میگفتند که او را چنان زدند که در لباسش تر کرد. در ویدیو دیده می شود که چگونه زندانبانها یک محبوس را به حجره در آورده بهرامانه زیر باران مشت و لغت میگیرند. باور می رود که زندانبانها ساویلیوف و کاوالیوف و محبوسی که لطکوب شد نصراللهیف می باشند. خرموف کاوالیوف را مثل سگ بدقهر نامیده و گفت او به یگان اساس محبوسان را میزد. در جریان بازپرسی خرموف کاوالیوف و ساویلیوف را به یک لعن تند فاشیستا و لاینها نامید و دادرس میرکوفت او را آگاه کرد که چنین عباره ها را به زبان نآورد وگرنه بازجویی را قطع میکند. سنوبر خرموف نقل کرد که ساویلیوف و کاوالیوف هر روز صبح و شام به شیزا می آمدند و موسیقی را بلند مانده محبوسان را برورف کشیده می بردند و در آنجا می شکستند و می دراندند. آنها محبوسان را تا دمی که دیگر از روی فرش خیستن نمی توانند می زدند. سردار سابق زندان رقم 9 ایوان ساویلیوف در پاسخ به بیانات خرموف این محبوس سابق را آدمی از سیستم آزرده نامید، ولی دادرس میرکوف به ساویلیوف گفت این فکر خود را پیش خود نگاه بدارد. قرار است دادگاه شهر پترزاودسک روسیه 22 اپریل باز 3 شاهد دیگر را بازپرسی کند. بنا به گزارش گوبرنیا دیلی روز 25 مارس در دادگاه پترزاودسک نیز طریق ویدیو از تاجیکستان جبر دیده عبدولی نصراللهیف بیان داد. در ویدیویی که سال 2019 نشر گردیده اساس برای کشودن پرونده به ضد رهبران وقت زندان رقم 9 شد، محض لحظه لطکوب نصراللهیف ثبت شده است. عبدولی فیضلیویچ نصراللهیف که حالا 46 سال دارد گفت که او سال 2011 به محبس رقم 9 افتاد. در اینجا وی را زندانبانها با مشت و لغت دائم و چنان سخت میزدند که سلامتیش را از دست داده است. مرا به نزد گاوریلینکا سردار زندان رقم 9 در پترزاودسک که تا سال 2019 بود برده سخت زدند. من حتی نفهمیدم که سبب لطکوبم چه بود. پایم چنان ورم کرد که راه گشتن نمیتوانستم. مرا در سردی نگاه داشته نمیگذاشتند که خوب روم. این کار رو همیشه خارج از دوربین ویدیو کامera میکردند. نقل کرد نصراللهیف و از جراحت‌های را در رویش نشان داد که بعد وی را کوفتن ساویلیوف باقی مانده است. من 3 سال باز به بیمارستان به بیمارستان میگردم. نقل کرد جبر دیده. چرا 3 سال باز به بیمارستان میگردید؟ پرسید از او کاوالیوف. با شرافت شما جواب داد نصراللهیف. سال 2019 در پی در اینترنت نشر شدن ویدیوی لطکوب نصراللهیف نشریه‌های میدیازون و نسله شوریم درباره محبس پترزاودسک گزارش مفصلی را نشر کردند و دنبال به ضد کاوالیوف و ساویلیوف با اتهام بیرون رفتن از حد وکالت‌های منصبی پرونده جنایتی آغاز کردند و آنها بر اساس قسم 3 ماده 286 کودکس جنایتی روسیه از 3 تا 10 سال زندان تهدید میکند. بنا به آمارها در محبس‌های روسیه بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان ادای حکم میکنند. اکثر آنها از بدرفتاری زندانبانها شکایت میکنند.